من اگه ادمین یه پیج دندون پزشکی بودم، جای اینکه بیام ویدیوهای چالشی فان با موزیک ترند درست کنم که صرفا یه ویوی بگیرم و مشتری هم بهم نده، میومدم یه سری ویدیوهای آموزشی کاربردی ساده اما عملی درست میکردم. مثلا روش صحیح نخ دندون کشیدن و مسواک زدن، یه بار ضبطش میکردم، بعد میومدم روی قالب دندون کامل نشونش میدادم، بعد با توضیحات دکتر پستش میکردم. تو کپشنش هم مینوشتم که هر کدومو چه تایمی انجام بدی بهتره، مثلا بعد نهار یا قبل خواب. یه کاور اختصاصی هم براش درست میکردم، اسمشو میذاشتم آموزش‌های دندونی. هر هفته آخر هفته‌ها یه آموزش دندونی داشتیم، کوتاه کاربردی اما عملی. مثلا روش بهداشتی نگهداری از مسواک. این برای خود من الان سوال، جای مسواک الان کجاست؟ تو آشپزخونه است، تو حمومه، تو دستشویی، تو اتاقه، یا مثلا مسواکمو کی باید عوض کنم، از چه خمیر دندونی باید استفاده کنم؟ این الان دغدغه من مخاطبه. کوتاه کاربردی اما عملی. اصطلاحاً بهش میگن دیزایر، یعنی قابل امکان بودن. خلاصش میشه این که آقا این چیزی که تو داری میگی و من بتونم الان انجامش بدم. حالا اتفاقی که میفته اینه که چون این چیزی که تو داری میگی و مخاطب میتونه بره انجامش بده و نتیجهش رو ببینه، باهات همراه میشه. و اگه تو این سایکل تولید محتوایی دغدغه محور رو بعد یه مدت انجام بدی، پیج تبدیل میشه به یک منبع موثق قابل اعتماد در حوزه دندون پزشکی برای اون شخص. حالا من اگه ادمین یه پیج دندون پزشکی بودم